تاریخ خودرو. در این اپیزود به اولین ماشین تاریخ میپردازیم. در سال 1770 مخترع فرانسوی نیکولاس ژوزف کاگنو موفق شد تا اولین خودروی خودکشش تاریخ رو اختراع کنه. نیکولاس یکی از افسران ارتش فرانسه بود. اون مسئول رسوندن توپ‌های جنگی به خط مقدم بود. بعد از این مدت دید اسب‌ها یا مریض میشن، خسته میشن یا سرعت انتقالشون کم میشه. پس به این فکر افتاد که با قدرت بخار وسیله اختراع کنه تا توپ‌ها رو با یک سرعت یک نواخت به بالای تپه برسونه. بعد از 2 تلاش موفق نسخه اصلی رو در سال 1800 ساخت. جالبه بدونید نسخه اصلی هنوز هم سالمه و قابلیت کار کردن داره. اون به وسیله نیروی بخار قدرت خودش رو به چرخ‌های جلو منتقل میکرد، ولی خب جاده‌ها توی اون دوران بسیار افتضاح و مالرو بودن. برای همین متاسفانه این پروژه شکست خورد. نسخه اصلی در سال 1800 به موزه هنرهای ملی پاریس منتقل شد. نیکولاس ژوزف در سال 1804 فوت کرد. چرا به اون میگیم پدر خودرو؟ چون اولین ماشین رو اختراع کرد. خیلی اون رو پدر خودرو نمیدونن چون وسیله اون برای انسان نبود، برای توپای جنگی بود. بچه‌ها امیدوارم خسته نشده باشید. من امین فراهانی ام و سعی کردم شما رو با تاریخ خودرو آشنا کنم. اگه خوشتون اومده حتما لایک، کامنت، سابسکرایب و البته زنگوله رو فعال کنید. با ما در تاریخ خودرو همراه باشید تا هر جلسه به یکی از خودروهای معروف بپردازیم. تاریخ خودرو، آبان 1404.